در این داستان در میابید که سحر چیست، چگونه آن را فرا میگیرند و چگونه با آن مردم را فریب میدهند. نامش داوود محمد فرهان و اهل یمن می باشد. سحر را از پدر و جدش به ارث برده است. داوود می گوید پدرم فردی ساحر بود و آن را از جدم به ارث برده و معمولا شیاطین سحر را نسل به نسل در یکی از اقارب آن شخص قرار می دهند و من چون فرزند کوچک بودم به من رسیده است. داوود از پدرش میگوید که زندگی سختی داشته و نزد مردم منفور بوده و خانواده نیز به خاطر اعمال سحری پدر تحت تأثیر قرار گرفته بودند، ولی مادرم هیچ وقت از آن راضی نبود. داوود میگوید پدرم هر سال به زیارت قبر شخصی به نام بن الوان میرفت و در آنجا ساحران و فالگیران جمع میشدند و اعمال شرکی همچون نذر و قربانی کردن برای غیر الله نزد آن قبر انجام میدادند. او میگوید وقتی نوزاد شیرخوار بودم به بیماری سر مبتلا شدم. پدرم برای علاج بیماری مرا به شیطان بخشید تا بیماریم برطرف شود. وی میگوید قبل از سن بلوغ تصورات شیطانی در من ایجاد میشد، ولی هنوز وارد دنیای سحر نشده بودم. بعد از سن بلوغ شیاطین به شکل دختران روستا برای من تجسم میشدند. این وقایع بیشتر در اماکن خالی و بیرون از روستا برای من شکل می گرفت. وی همچنین می گوید یک شب که به روستا باز می گشتم در راه الاغ سفیدی دیدم که به درختی بسته شده و آماده شده بود برای سوار شدن. چون راه دور بود بر آن سوار شدم. در مسیر راه به یک مانعی برخورد کردم و از الاغ پایین آمدم. بر پشتش شلاق زدم تا حرکت کند. بار دوم که شلاق زدم به صدا در آمد و گفت فکر میکنی من الاغ هستم؟ بار سوم که بر آن شلاق زدم ناگهان در زمین محو شد و من نیز عقل از سرم پرید و تا 3 سال به خاطر دیوانگی مادرم مرا به غل و زنجیر کرد. در این اثنا شبها مادرم مرا باز میکرد و من از خانه خارج میشدم و خوردنی های نجس و گوشت مردار و سگ را میخوردم. در یکی از شبها شیاطین غل و زنجیر مرا باز کرده و مرا به طرف قبر بن الوان هدایت کردند و در آنجا به من اجازه سحر و جادویی داده شد و گفتند به تو کرامت پدرت داده شده، ولی به شرطی که هر سال به زیارت این قبر آمده و یک گوسفند قربانی کنی. سپس به روستا برگشته و شیاطین کتاب و تسبیح و انگشتر پدرم را به من نشان دادند تا به اغوا و فریب مردم بپردازم و از من خواسته شد تا به مکان خلوت بروم به دور از چشم مردم. سپس از من خواسته شد به خداوند کفر بورزم و قرآن را از وسط، یعنی دقیقاً از سوره کهف نصف کنم و هر قسمت را زیر قدمهایم بگذارم. سپس قرآن را ورق ورق کرده و به شکل فرش درآورده و بر آن می‌خوابیدم. بر آن راه می‌رفتم و تا 40 روز در آن مکان می‌ماندم بدون وضو و بدون طهارت، یعنی نباید نماز بخوانی و نباید اذان بشنوی و اگر صدای اذان شنیدی باید مؤذن را لعن کنی. در این 40 روز هیچ نوع پاکی نباید استفاده شود تا جایی که ساحر به کثیف‌ترین درجه می‌رسد، حتی از سگ هم پست‌تر. وی در ادامه سخنانش میگوید از دیگر شروط شیاطین بر من این بود که با انسانهای صالح رفت و آمد نداشته باشم و در مجلس ذکر شرکت نکنم و نماز نخوانم و قرآن قرائت نکنم، ولی به من اجازه داده شد تا برای فریب مردم بعضی از سوره ها مثل سوره اخلاص را بر بیمار بخوانم، اما بلافاصله بعد از خواندن آن شروع به گفتن کلمات شرک‌آمیز می‌کردم و کفریات را تکرار می‌نمودم. داوود میگوید من چندین بار برای شیاطین نماز خواندم. 2 رکعت نماز می‌خواندم و در آن نماز سجده و رکوعم برای شیاطین بود و آنها در جلوی دیدبان من به شکل سگ یا خوک و غیر ظاهر می‌شدند. شیطان به من میگفت همان مقدار از من اطاعت کنی من نیز کارهای تو را انجام می‌دهم و هر چقدر خدا را معصیت کنی من حاجات تو را برآورده می‌سازم. داوود فرهان میگوید بیشترین فریب خوردگان زنان بودند، چون آنها ضعیف النفس هستند و زودتر به سحر و جادو ایمان می‌آوردند و احیانا شیاطین برای حل مشکل آنها از ایشان می‌خواست تا مرتکب عمل فحشا شوند. از داوود سوال می‌شود چگونه مردم را سحر می‌کردی؟ میگوید نخست تظاهر به کرامات می‌کردم و بخور را آتش می‌زدم. میگفتم باید بروم وضو بگیرم و نماز بخوانم.
اما من به داخل حمام میرفتم و در آنجا برای شیطان نماز میخواندم و او را عبادت میکردم، چون شیاطین بعد از عبادتم برای آنها در سحر به من کمک میکردند. وی قصه ها و حکایت های عجیب و غریبی نقل میکند که در این مقال نمی گنجد. اما سبب توبه و هدایت این ساحر یمنی یک رؤیای صالحه بود. در یکی از شبها بعد از انجام دادن سحر احساس خستگی شدید به او دست می‌دهد. او بر حسب عادتش شبها به سحر و عبادت شیطان مشغول می‌شد و روزها می‌خوابید. آن شب در خواب دید که او مرده است و مردم او را برای کفن و دفن آماده می‌کنند. هرچه ندا می‌زند مرا دفن نکنید، کسی به او توجه نمی‌کند و می‌گفتند مرده است یا زنده، او را دفن کنید، المهم از او راحت شوید. در خواب از من خواستند نماز بخوانم و من به ظرف آبی برای وضو نشان دادند که از شدت حرارت غلیان می‌کرد. می‌خواستم فرار کنم اما من را می‌گرفتند تا در آن آب جوش بیاندازند. ناگهان فریاد کشیدم و از خواب بلند شدم و اهل خانه نیز همه بیدار شدند. ترس همه بدنم را فرا گرفته بود. بعد از مدت زمان اندکی دوباره خوابیدم. دوباره رویا تکرار شد. من در مکان بالایی ایستاده بودم و پدرم در پایین آن، نزد همان ظرف آب جوشان که برای وضوست. وقتی پدرم را دیدم گفت داوود نزدیک نشو، تو هنوز وقت برای نماز و قرائت قرآن داری. گفتم من حق را از باطل نمی‌شناسم. گفت آنچه تو بر آن هستی باطل است. از خواب بلند شدم و به طرف مسجد رفتم و اولین بار برای الله سجده واقعی کردم و توبه خود را اعلان نمودم. داوود میگوید شیاطین پس از توبه مرا تهدید کردند که چنانچه به سحر و جادو برنگردم از او انتقام میگیرند و همه اهل و فرزندان و مال و دارایی او را نابود میکنند. اما او به الله پناه میبرد و هر وقت شیاطین به سراغش میآمدند قرآن به دست میگرفت و قرآن را تلاوت میکرد و این سبب فراری آنها میشد. لیکن شیاطین به این راحتی او را رها نمیکردند و معرکه بین او و شیاطین شروع شد. او را تهدید کرده بودند که 2 روز وقت داری که کفر بورزی و به سحر برگردی، اما من بر ایمانم استوار ماندم. انتقام شیاطین. داوود میگوید یک روز با فرزند بزرگم که 9 سال داشت در خانه نشسته بودم که ناگهان 2 چشمان فرزندم از حلقه در آمد. سپس همه بدنش تکه و پاره شد و در همان روز بعد از 20 دقیقه فرزند دومم که 6 سال داشت به همین صورت کشته شد. سپس بعد از مدت دیگر شیاطین همسرم نیز که حامله بود به قتل رساندند، ولی داوود بر ایمانش پایدار ماند. خداوند او را ثابت قدم نگه داشت. به راستی که مکر و کید شیطان ضعیف است. بعد از توبه این ساحر یمنی، ساحران و مردمان زیادی به راه حق بازگشتند و از سحر و جادو به سوی پروردگارشان توبه نمودند. در پایان همه ساحران و فالگیران و معتقدان به آن را به توبه و بازگشت به سوی الله دعوت می‌نماییم و می‌گوییم هنوز وقت برای توبه و بازگشت وجود دارد. بیایید با ایمان به الله و کفر به شیطان زندگی توأم با آسایش و آرامش برای خویشتن به ارمغان آوریم.